از جهانی نوراسان محسوب می شود. من معذرت میخوام، جایزه داری چمپیونات جهانی سوری میانی جوانان تحت راهبری سلیم احمدوف تمرین گرفته است. پهلوانی که با پیراهن سفید گشتین آغاز کرد. رقیبی او باشد نجمیدینوف است. دوستان عزیز، نجمیدینوف پهلوان است که در چمپیونات جهان بین نوراسان در جمهوری ازبکستان در نمود گشتین سامبو مقام عالی یا جایزه قهرمان جهان را شایسته گردیده است. نجمیدینوف محمد شریف. اکنون نبرد این پهلوانان آغاز شدند. در مقیاس یا در حدودی شهر و نواحی توبه مرکز به خصوص در ناحیه فیض‌آباد همین محمد شریف نجم‌الدینوف رو به خاطر بسیار هم هنر زیبا نشان دادنش همچون خیس نام میبرند، یعنی پرقوت، دلیر، جسور. جمال‌الدین عبداللهیف باشد پهلوان است که جایزه داری چمپیونات جهان است. مقام سوم را کسب کرده بود در نمود گشتنی جدو. اگر مخلصان شبکه ورزش در یاد داشته باشند همچنین در آسیا نیز خوب درخشیده است و یک پهلوان است که تحت راهبری سلیم احمدوف تمرین میکند. حالا سلیم احمدوف لحظه همینجا بود و ما او را حالا نمیبینیم. محمد شریف نجم‌الدینوف حالا هجوم میکنه، رقیب را از مرکزی میدان میبراید. ببینید دست و چنگال این پهلوانی پیراهن کبود پوشیده خیلی بزرگ است. حالا اینها جوان هستند، خیلی جوان هستند، اما سهراب رحیموف بسیار داوری خوب است. من سال گذشته نیست هنر داوری سهراب را ترغیب کرده بودم به خاطر که بسیار عدالت پرور است و طرفداری نمی کند و در حال حلنامه خود را میبرارد یا به یکی چیده و یکی را تنبیه نشان میدهد. این است قاعده گشتنی جدا همین است. باید دور و دراز نخود، در بین 14-15 دقیقه یکی رو پیش صف و دیگر رو کم صف نشان ندهی. حالا نبرد جمال‌الدین عبداللهیف دست پروری گشتنی جدایی جمهوری تاجیکستان است. محمد شریف نجم‌الدینوف باشد. او نیز در گشتنی ملی همتا ندارد هنرش. حالا ببینید محمد شریف کمی در هجوم بود، خود را کنار نمیگیرد. هر دو راستا گشتین میگیرند. با هم نزدیک میآیند. سر کتف کردنی است در اینجا جمال‌الدین عبداللهیف. اما سر کتف به نتیجه است. هر آن کس که به گشتی نبرد آورد سر مهتر زیر گرد آورد. از چوبان عقابان دو بازو کشا، بزن رقیبان از زمین بر هوا. بباش مردی دلیر و با هنر که همین این میدان تیهی نماند هیچ وقت. این میدان است که در اینجا نبرد است. میدان است که همیشه یاد از هنر بابایان ما میکند، یاد از هنر پهلوانان نامی میکند، یاد از هنر شادروان سید مومن رحیموف میکند، یاد از پهلوانانی که جمهوری تاجیکستان رسول باقیوف میکند. کامرانشاه است. هرچند که کامرانشاه به خواب غفلت رفته بود چند وقت، شاید در همین مسیرها کامران اکنون بیدار گردد. ما از کامران باوری داریم که کامرانشاه یوسفپیریان از خواب غفلت میخیزد، کمرش را به خاطر یادرس از همون قهرمان‌های آسیا میکند. سامان است، سامانی که جهان را به لرزه آورد. سامان خواجه‌زاده بهروز است.
ما پهلوانانی داشتیم، امروز هم داریم که به آنها افتخار داریم. انا این نسل جوان نسلی است که باید امروز چهره های نو کشف کردند. مقصد از برگزاری چمپیونات جمهوری تاجیکستان است این دریافت چهره های لایق‌مند است، دریافت گوهر است. همون گوهر را باید از زیر زمین پیدا کنیم و درخشش نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه باید در جهان باشد. نه با این شکل گشتین گرفتن در گشتین جدا. انا ببینید، انا این محمد شریف نجمیدینوف آفرین به آداب انتظامی و رقیب را اتهام میکند. انا این با خاطر اتهام نکردن از جمال‌الدین عبداللهیف، در حالی که خود شما در قاره جهان گشتین گرفته اید. امروز آداب گشتین از همه بالا است. آفرین محمد شریف نجمیدینوف. راو حکمتوف طریق انگشتان نشان بدهد. همون چرخ زنان باید افتاد. انا این کفکوی ها به خاطر همین جفت است، هنر بلندشون. دویم باره سرکیت می نشیند و عبداللهیف را افتاندنی است. یک مراتبه دیگر راو آرام باش راو حکمتوف. انا اکنون از جای برمیخیزد، دیگر نمیشیند در جای خود. شاگرد تربیت کردن به همین خاطر است که امروز شهد پیروزی هنر او را شاشد. حالا فعالی پهلوانی پیراهن کبود پوشیدن است به نظر می رسد. اکنون چهره های نو پیدا می شوند. محمد شریف نجمیدینوف اکنون از میان نوجوانان به قسمت بزرگسالان گذاشته است. نه اینجا تابلو اشتباه کرد. نه راو اون فقط تابلو است. حالا اصلاح میگردد و بعدا باز مبارزه ادامه مییابد. دوستان عزیز، شاید شما امروز در خانه های گرم خود نشسته این رقابت ها رو تماشا میکنید و باور کنید مردم تاجیک اگر گشتین دوستان باشد تا نصف شب در همین جا مخلصان اگر تا روز رود در همین جا نشسته تماشا میکنند، چون که امروز مردم تاجیک تشنه گشتین ملی هستند، گشتین جدا هستند، طرفدار همین ورزش هستند. ما همیشه افتخار میکنیم که پیشوای معظم ما در مسابقه های در جشن های ملی گفته بود گشتین ملی باید چون جشن های ملی در همه جا دایر شود. پس سرچشمه گشتین ملی همین گشتین ملی است. پس چگونه ما افتخار نمیکنیم؟ امروز پایه بزرگی گشتین جدا یا هم شاه ستون گشتین جدا گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری است. در اینجا سهراب جان مرا خوب میفهمد، پهلوی من نشسته است که در گشتین ملی گشتین میگرفت و بدون زحمت هایی که در گشتین ملی بود. چگونه حالا که برای جوانان شرایط مهیا شده است، هم از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان از کمیته کار با جوانان و ورزش به خاطر رشد و رونق نمادهای المپی به خصوص گشتین جدا باید چنین هم باشد. گشتین گیرد مخلصان میگویند هر دو احسن. محمد شریف نجمیدینوف نوبت دیگر برای هجوم گذاشتن، بسیار چوس و چالک است. دو نوبت سرکیت شیشتن را ادخار میکند و رقیب را از میدان برآوردنی است. عبداللهیف باشد از این حالت ناگوار است و خود را کنار میگیرد، از میدان برآمد. سهراب رحیموف این حالت را نظارت میبرد، او میداند که در کدام حالت چی داریشان دهد. ما با داوری سهراب رحیموف شبهه نداریم. انا اکنون وزاره ببارک شود. انا این است پرتافت زیبا و راو حکمتوف شادی میکند در اینجا شاگردی و محمد شریف نجمیدینوف رقیب را با تخت پشت افتاد. با قول دیگر همون خیرس بودن خود را، دلیر بودن خود را، قوی بودن خود را نشان داد. اما اصلا برای عبداللهیف جمال‌الدین نیز ببینید. دوستان عزیز، اینجا چمپیونات جمهوری تاجیکستان در وزن
66 73 کیلو به انجام میرسد. حالا مخلصان نیست در این به وقتی کمی از زیاد نشستن براحت شدن. با این خاطر دوستان عزیز اینجا حالا مراسم سپردن تحفه برای جایزه‌داران و غالب وزن 73 کیلو تقدیم می‌گردد. بیاید بهتر از دوستان عزیز حالت تکرار را ببینیم. این حالت تکرار است. ببینید خیلی عالی. حتی این پوند